سلام دوستان، با الگوی فرم مدارس در خدمتتون هستم. برای شروع ما ابتدا اندازه های فردی رو که میخوایم براش فرم رو دوخت کنیم میگیریم. اگر که اندازه هاش رو ندارید یا بلد نیستید اندازه گیری بکنید و یا فرد در دسترستون نیست، میتونید از جدول سایز استفاده بکنید که برای دریافتش کافیه عدد 2024 رو کامنت کنید تا براتون جدول سایز به همراه عکس الگوها ارسال بشه. برای شروع ما باید کادری رو رسم کنیم. مثلا فرض بر این میگیرم که این کاغذ الگوی من هست. به اندازه 1/5 دور گردن من باید از این فضا داخل بشم. 1/5 دور گردنم رو داخل شدم، علامت میزنم و به اندازه 1/5 دور گردن به اضافه نیم، حالا اگر میخواید یه حالت بازی بیشتری داشته باشه میتونید از اینجا بیشتر پایین بیاد. پایین میایم و علامت میزنیم. این میشه برای هلال گردنمون که حالت 2 سانتش رو حالت خوابیده میام و هلال گردنم رو رسم میکنم. بعد از اون من باید از قسمت گودی گردنم به اندازه قد بالاتنه جلوم پایین بیام و خط کمرم رو به دست بیارم. این خط رو من باید به صورت عمود به اون طرف، اینا خطوط اصلی الگو هستن، به اون طرف الگو گونیا بکنم. گونیا کردنم تو قسمت های قبل بهتون گفته بودم. بعد از اون من باید این فضا رو از این قسمت تا این قسمت رو نصف کنم و این خط به دست میاد که میشه خط سینه من. باز این خط رو تا اون طرف الگوم گونیا میکنم. پس این شد خط کمر من، این شد خط سینه و این میزان رو من دوباره باید نصف کنم و خط کارورم رو به دست بیارم و باز به صورت گونیا خط کشم رو قرار میدم و تا این قسمت من اون رو گونیا میکنم. برای باسن هم اگر از روی جدول سایز انجام میدید، بلندی باسن توی اون اندازش زده شده، میتونید استفاده بکنید. اگر هم روی شخص بخواید انجام بدید که معمولا بین 13 و نیم تا حدود 19 بسته به سن و قد شخص ما این اندازه رو باید پایین بیایم. خب من این رو هم گونیا میکنم، این خط باسنم رو. حالا برای اینکه بخوایم گشادی لباس رو اندازش رو مشخص بکنیم، من روی خط سینه به اندازه 1/4 دور سینه به اضافه آزادی که برای فرم مدارس کمتر از 2 سانت آزادی ما نباید در نظر بگیریم. من اینجا چون که میخوام آزادتر باشه لباسم 3 سانت آزادی رو در نظر میگیرم و داخل میشم. این اندازه رو من داخل میشم و روی خط باسنم هم 1/4 دور باسن هر اندازه آزادی که به سینه داده بودم همون اندازه رو به باسن میدم. یعنی اگر 2 سانت آزادی به سینه دادم 2 سانت آزادی هم به باسن میدم. من به سینه 3 سانت آزادی دارم، به باسن هم همون 3 سانت رو آزادیش رو میدم و بعد این دو خط رو به هم وصل میکنم. اگر که بخوام حالت فون داشته باشه لباسم، این خط رو به همین صورت ادامه میدم تا پایین. توی فرم مدارس پسرانه تنها تفاوتی که با دخترانه داره اینه که توی یک خط کمر 1 تا 1.5 سانت برای دخترها ما میتونیم داخل بشیم و این رو به خط باسن و خط سینه صفر بکنیم. 1 تا 1.5 سانت. خب برای خط کارور هم من باید 1/2 کارور جلوم رو به اضافه 1 سانت آزادی، چون که فرم مدرسه هست، داخل بشم و علامت بزنم. برای رسم سرشانه من میزان سرشانم رو از گوشه گردن هر اندازه‌ای که هست داخل میشم و حدود 3 سانت پایین میام. 3 سانت از این قسمتی که سرشانه، مثلا برای من اگر 8 هست، این 8 رو من داخل میشم، 3 سانت پایین میام و خط سرشانم رو نقطهش رو مشخص میکنم و خط سرشانم رو رسم میکنم. به این صورت که میبینید انجام میشه و بعد از اون من باید این قسمت رو به کارونم وصل کنم و توی قسمت حلقه جلو ما همیشه حلقمون حدود 2 سانت خوابیده برای طراحیش داخل میشیم و حدود 2 سانت هم از اینجا به صورت قائمه و صاف پایین میام و بعد هلالمون رو طراحی میکنیم که برای قسمت جلو هلال حلقه ما گودتره. تو قسمت پشت هم دقیقاً همین اندازه هایی رو که من اینجا اومدم توی این قسمت هم باید داخل بشم، به جز کارور، که چون که کارور عددش توی جدول و حتی توی بدن متفاوته. خب من این اندازه ها رو داخل میشم. روی خط باسنم دقیقاً به همون میزان من باید داخل بشم و این خط رو به هم وصل کنم. روی قسمت کمر باز همون اندازه‌ای که اومدم داخل رو داخل میشم و گودی کمرم رو طراحی میکنم.
و بعد از اون روی خط کارورم به اندازه 1/2 خط کارور به اضافه باز 1 سانت آزادی کارور پشت به اضافه 1 سانت آزادی داخل میشم و علامتش رو میزنم. از این قسمت حدود 2 سانت میام پایین و از این قسمت هم دقیقاً همین میزانی که برای این قسمت اومدم داخل برای این قسمت هم داخل میشم. سرشانه هم برابر با سرشانه پشت، هر اندازه‌ای که زدم همون اندازه رو باید داخل بشم و علامت بزنم. خب من این اندازه رو داخل میشم و به اندازه 3 سانت دوباره پایین میام، شیب سرشانم رو علامت میزنم. شیب سرشانم هر چقدر بود اینجا من علامتش رو میزنم و بعد از اون برای حلقه پشت هم باز من این حلقه رو باید به کارورم وصل کنم و مقداری هلالش مثل جلو اینقدر گود نیست، خیلی خالی تره و گود نیست، حالتش به این صورت میشه. برای یقه پشت هم این رو حدود 2 سانتی داخل میشم و هلال یقه پشتم رو هم رسم میکنم. حالا ما تنها کاری که باید اینجا انجام بدیم اینه که متر رو به صورت ایستاده قرار بدیم و دور تا دور این حلقه رو اندازه بزنیم. اگر احساس کردید حلقتون تنگ هست میتونید از این قسمت مقداری اون رو گشاد بکنید، حدود 1 سانت میتونید پایین بیاید و این حلقه رو دوباره طراحی بکنید به این صورت. 1 سانتی متر میتونید پایین بیاید و این حلقه رو دوباره طراحی بکنید. برای رسم جادکمه این لباس من میام حدود نیم سانت از اینجا یه لقی یقه‌ای میگیرم و به اندازه 2 سانت خارج میشم از این لقی که گرفتم. این لقی رو به کمر صفر میکنم، طوری خط کشم رو قرار میدم که این لقی که گرفتم خط کشم رو روش قرار میدم و تا کمر صفر میشه و تا پایین هر اندازه‌ای که شد این خط رو ادامه میدم و بعد پهنای جادکمه‌ام رو علامت میزنم. مثلا 2 سانت اگر میخوام علامت بزنم اینجا علامتش رو میزنم، از پایین هم حدود همون اندازه رو از این خط از این نقطه علامت میزنم و بعد این 2 خط رو به هم وصل میکنم. این میشه جای دکمه من. این باعث میشه از پایین لباستون باز نشه، تو قسمت یقه هم لقی نداشته باشید. برای قد لباس هم ما توی این متد برای این اندازه ها قد کمرمون رو، بالاتنه جلومون رو از گودی گردن میگیریم. پس بهتره که همونطور که متر رو قرار دادیم بلندی لباسمون هم از همینجا توی تن شخص اندازه بگیریم و اندازش رو بزنیم. حالا اگر بخوایم با متر ایستاده من، حالا بعضی ها که مبتدی هستن نمیدونن متر ایستاده چیه، به این صورت من متر ایستاده رو قرار میدم، دور تا دور حلقم رو متر رو به صورت ایستاده قرار میدم، دور تا دور حلقم رو اندازه میزنم، هر اندازه‌ای که شد با هم جمعش میکنم و این عدد رو یه جا یادداشت میکنم.